به نام خداوند بخشنده مهربان. من همه همدیاران خود را با فرارسی عید اضحی یعنی عید قربان تبریکات میگویم و برای همه سلامتی و خوشبختی تمنا دارم. البته در فرهنگ اسلامی، در تاریخ اسلامی تمام مسلمانان کره خاکی دو عید مبارک دارند. یکی عید فطر است و دیگری عید اضحی یا اینکه عید قربان است. البته ما عید فطر را گذراندیم و بعد از 70 روز آن عید قربان فرا رسیده ایستاده است. من موافق فرمایش مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سنه 31 روز جمعه یعنی عید قربان می شود و یک روز پیشش عرفات است. زیرا اینکه عرفات حاجی ها در عرفه در کوه عرفات میستند که اون فرض است و از همین نماز بامداد سر کرده اونانی که نماز میخوانند تکبیر تشریق میگویند. از روز عرفات از روز 30 از نماز بامداد قفای 23 نماز فرض تکبیر تشریق میگویند. و دیگر اینکه نماز عید البته این دو عیدی که ما داریم دو رکعت نماز دارد که به طریق دست جمعی به طریق جماعت خوانده گذاشته می شود. امروز که به سبب پهنشوی کووید 19 همه عالم را که فرا گرفته است و برای پیشگیری و بیماری سرایتی است، چنین مرکز اسلامی فرمایش داده است که هر کس نماز و تسبیح و تمجیدش را در خانه بگوید و اهل خانه خود نماز خوانند و بعد از نماز و تکبیر و گفتیم که تسبیح گفتنشون میتوانند که قربانی کنند، ذبح مال کنند. در قربانی البته 4 حیوان، اشتر و گاو و گوسفند و بز قربانی کرده می شود. گوسفند و بز باید که 1 ساله باشند. البته امروز از سبب اونکه کووید 19 همه را فرا گرفته است، به سبب پیشگیری این بیماری عید گردک و به قبرستان رفتن در روز عید ممنوع شده است. به خاطر این هم البته موقتا است، لیکن به هر حالی که در روز عید قبرستان رفتن رو علمای اسلام منع میکنند، زیرا اینکه روز عید روز خرسندی است. هر یک بنده مسلمان در تمام عمر در 2 عید دارد و در این عیدش باید که خرسندی کند و ذکر و نماز گذارد و قربانی انجام دهد. البته قربانی را به طریق ضیافت کردن و این چیزها البته ممنوع است. میتوانند که قربانی را خمتلاش کنند، زیرا اینکه ثوابش خیلی زیاد است. وقتی که مال را ذبح میکنند بسم الله الله اکبر گفته ذبح میکنند به نیت قربانی و از برای الله و یک قسمش را برای خود، برای خاندان خود و باقی مانده‌اش را خوب است که خمتلاش کرده برای مسکین‌ها، فقیرها، همسایگان گفتیم که کم بضاعت تقسیم کرده دهند. این ثواب و اجری خیلی زیاد دارد، برای اینکه مقصد از همین قربانی کردن خونریزی کردن است و فقرا و مسکین ها رو با گوشت سیر کردن است.